نزدیک به 2 سال می شود که حکومت وحدت ملی از بر برچیدن دامن جنگ و آمدن صلح به کشور اقداماتی را روی دست گرفته است، اقداماتی که ظاهراً به تأمین صلح در کشور منجر نشده است. پیش از این پاکستان وعده داده بود که طالبان را با پای میز مذاکره با نمایندگان حکومت افغانستان حاضر می کند، اما رئیس جمهور غنی با انتقاد از عملکرد پاکستان در پیوند به کشاندن پای مخالفان به میز مذاکره این کشور را متهم می کند که در این راستا ناکام مانده است. رای صلح را قوت نیروهای امنیتی ما، اراده ملی ما، وحدت سیاسی ما در میدان جنگ تأمین میکنه. این صلح را امسال اگر اراده دفاع نداشته باشین در میز مذاکره حل نمیشه. تلخ است، اما مردم افغانستان همیشه برای دفاع از این مملکت زهر خوردیم، اما این خاک نگاه کردیم. امسال بر 6 ماه این زهر سر ما تحمیل میشه، مگر در آخرش انشالله تعالی نتیجه صلح پایدار خواهد بود. رئیس جمهور غنی همچنان با تاکید به پیشبرد گفتگوهای صلح در کشور و مبارزه جدی علیه هراس‌افکنی و کسانی که صلح را نمیپذیرند تاکید میکند. پیگه چه چا د پاره کار کوي د افغانستان د دښمنانو د پاره، پیگه چه د چا د لاس آلایي یو واره سرم په ګریوان ویسي. فکر وکړئ، عقل باندې وسنجوئ. تاسې فکر کوئ چې په دې حملاتو باندې تاسې د افغانستان ولس زړه بد د افغانستان په یاد دي چې کیبلونه په لاس کې وو، څه خلک هم وژل. هلته جلسې نیسئ په ګواښ سره، هلته جلسې نیسئ د افغانستان میرمنو سره ادعا کوئ چې تغییر هم کړی، بیا نن د دې شوم عمل دپاره اعلان کوئ چې تاسې مسئول یې. دا د انسان لاره ده؟ پس از این که گروه طالبان دست رد به سینه صلح‌خواهی مردم افغانستان زدند و گفتند که حاضر نیستند در مذاکرات رویاروی با نمایندگان حکومت در مورد تأمین صلح گفتگو کنند، نمایندگان مردم روند پیشبرد این مذاکرات را نادرست خواندند. اعضای مجلس نمایندگان رویداد تروریستی روز گذشته کابل را نشانگر قساوت مخالفان می‌دانند و از حکومت می‌خواهند که به بهانه صلح‌خواهی وقت کشی نکند. دشمنان مردم افغانستان یک بار دیگر ثابت ساختند که نمی‌خواهند با مردم افغانستان مصالحه بکنند، نمی‌خواهند دست از خونریزی و کشت و کشتار بردارند و نمی‌خواهند با دولت و ملت خود یک جا باشند. صلحی که هر روز تحت نام صلح مردم ما به خاکخون یکسان میشه، در بساط غم و هزارها خانواده میشینه. این صلحی رو نه آرزو داریم و نه هم طرفدارش هستیم. آگاهان به این باورند که حکومت وحدت ملی راهبرد مشخصی در قبال مخالفان دولت ندارد. آنان به حمله خونین 8 ماه پیش در منطقه شاشه‌اید کابل اشاره میکنند و میگویند که در آن زمان حکومت از عدم همکاری پاکستان مایوس شد و حالا نیز پس از 4 نشست 4 جانبه با این کشور یک بار دیگر به ناصادق بودن پاکستان پی برده است.